ای مردم، از هرچه که از حلال و پاکی در روی زمین است بهره‌مند شوید. مواظب باشید و پا جای پای شیطان مگذارید که او دشمن واقعی شماست. وسوسه های او شما را به بدی و تباهی میکشاند و باعث می شود به خداوند نسبتی را دهید که نمیدانید. و هنگامی که به آنها گفته شود از آنچه خداوند نازل کرده پیروی کنید، گویند ما به همان راهی می رویم که پدرانمان رفتند. اگر پدرانشان گمراه بودند و ذره‌ای تعقل نداشتند و هدایت نشده بودند چه؟ مثل کافران مثل حیوانی است که کسی در گوش او آوازی بخواند و آن حیوان غیر از بانگی و صدایی نشنود. اینان نسبت به درک حقایق کر و لال و کورند و هیچ حقیقتی را در